امروز ما در هر یک گوشه کنار کشور عزیزمان مشاهده کرده ایستادیم که کارهای سازندگی و آبادانی به پیش رفته ایستاده است. از آن جمله ما شاهدی آن گردیدیم که در شهر کیمنت‌آباد نیز کارهای سازندگی و آبادانی به راه مانده شده است. از جمله منفجرگردانی کوچه ها و چراغان کنی. مهم از همه مسئله امروزه، مسئله مبرم امروزه این چراغان کنی بود که ما شاهدی آن گشته ایستادیم. کوچه ها چراغان کرده شده ایستاده است. کوچه های داخلی محله ها باشد از حساب شهروندان چراغان کرده شده است. این هم به زیب هر یک کوچه و محل و شهرک البته زیب دیگری می بخشد. این خرسندی شادی هر یک ساکن همین شهرک یا جامعه به حساب می رود. برای همین هم به هر یک دستاندرکارانی یا تشبسکارانی همین کارها ما تشکر میگوییم، زیرا که آبادانی هر یک گوشه وطن این یک آبادانی گوشه تاجیکستان عزیز ما به حساب می رود. از همین شهروندانی که حسی وطن دوستی دارن، افتخار از وطن و وطنداری دارن، خواهش میکردیم، دعوت میکردیم که به همین گونه کارهای خیر دست زنن. باید حتما یادآور شویم که در این گونه کارهای سازندگی و آبادانی پیش از همه خدمتی ارزنده مهاجران مهنتی ما که در دیگر مملکت ها، دولت ها کار و فعالیت میکنن نهایت بزرگ و کلان است. ما از نام تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان به این گونه شخصانی که سهم ارزنده خود را میگذارند و همین گونه اقدام را دستگیری مینوند اظهار منتداری بیان میکنیم و خدا کند که صفی این گونه گوییم خیرخواهان باز زیاد گردد و در آبادی باقی مانده محل و کوچه و دیار و شهرک و شهرمان سهم گذار شویم.